این بزرگوار بعد از مادر بزرگوارشون اشرف از جمیع زنهای دنیاست. در خانه خدا آبرو دارد، در خانه پیغمبر آبرو دارد، در خانه امیرالمؤمنین آبرو، همه جا آبرو دارد، مخصوصا در خانه حسین. دو رکعت نماز بخوام، هدیه کو محضر حضرت زینب، زیارتش هم بخوام، حاجت دم از بیبی بگیر. آقا این بزرگوار دست رد به سینه کسی نمیزند. و حضرت زینب رو فقط خیلی قسمش بدی، به حق برادرش قسمش بدی. ای سرود خم زینب، ای کمانی خم زینب، ای که چشمت پر از خون، ای سرشکدیم زینب اسیری، تا ویلا غریبی، تا ویلا اسیری، تا ویلا غریبی، تا ویلا اسیری. تو نبینم بیبی جان، بیبی جان زین غریبی، تو نبینم بیبی جان، بیبی جان زینب ظهر عاشورا زینب، بی کس و تنها زینب، از غریبی میخواند مادر خود را زینب.